خب بچه‌ها آقا خوابش مرده. دست بزن. برای چی سر کلاس میگی میخوابی؟ آقا از بس صداتون دلنشین و آرامش بخشه که اصلا آدم خوابش میبره. اگه اینجوریه چرا پرام نمیخوابه؟ چون پرام اصلا به شما گوش نمیده. آقا به خدا داره چرت و پرت. باشه. ببخشید بچه‌ها من حتما بعد این پیامو جواب بدم از طرف وکیلم. بچه‌ها متاسفانه امروز من نمیتونم دیگه تدریس کنم. امروز کلاس تفسیر فردا میبینم. آقا اجازه میشه بگی چی شده؟ من به همسرم اعتماد کردم و 100 میلیون تومان بدون هیچ مدرکی بهش قرض دادم و اون 100 میلیون من پس نداد. الان شکایت کردم چون هیچ مدرکی ندارم وکیلم میگه شکایتمون به جایی نمیرسه. خب چرا بهش پیام نمیدید بگید 500 میلیون پس بده؟ هنوز خوابی؟ دیدی آقا معلم میگه همسایه‌شون فقط 100 میلیون بده کاره. دقیقاً همسایه هم میگه من فقط 100 میلیون بده کنم. خب خب این مدرک دیگه. دست بزن آقا من اصلا دست نمیزنم. سود